سلام دوستان، وقتتون بخیر. نمیدونم این کلیپ وایرال میشه یا نه. میخواستم یه چیزی رو خدمتتون بگم. دوستان ما چند روز پیش سر کار بودیم، یکی از دوستامون اومد پیشمون، برگشت بهمون گفت دیوونه ای داری کارو آزاد میکنی، یوتیوب فلان قد پول میده، فلان کار میکنی، فلان قد درآمد میده، اصلا هم سخت نی، کسخلی خودتو مشغول یه کار راحت نمیکنی، بشینی تو خونت پول در بیاری. آقا این نشست زیر پای ما، به ما گفت دیوونه ای داری حرف صاحب کار میشنوی، فلان میکنی، کار آزاد میکنی. ببخشید. ما هم سر حرف این صاحبکارمون اومد. خب تو کار آدم ناراحت میشه، بعضی جاها دعوا و بحث و این چیزا پیش میاد. اولین بار که صاحبکار ما شروع کرد انجام داد، ما هر کی دهنمون اومد بهش گفتیم به هوای این دوستمون که یوتیوب فلان قد راحت پول میده و دیوونه کار آزاد میکنی. دوستان اگه کسی از شما، من معذرت میخوام این کلیپ قطع شد. دوستان اگه امکانش هست یکیش از شما با من بیاد بریم پیش این صاحبکارم رازیش کنیم، یا ضمانت منو بکنیم من برگردم سر کار. من پول مفت نمیخوام. علی حسینی مادرتو گاییدم با این پیشنهاد.